این نیونیه که اون استفاده میکنم. ببین حالا فندقیتون روش حرارت دادیم خیلی راحت زود میشه به همین شکل که مشاهده کردید. اوه. و این هم نیونی که ما استفاده میکنیم. 100% سیلیکونی بدون اینکه حالا تغییر رنگ بده. حالا فندقیتون هم گویای کار هستش، مشاهده فرمایید. تو حرارت زیاد هم زود نمیشه بدون اینکه حالا تغییر رنگ بده. و اینم از آبلت جدیدمون با زیرکاری PVC مشکی. حالا سیم کشیدن مخفی انجام میشه بدون اینکه این سیم از پشت مشخص بشه.